درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. امام علی رحمان لنته انشاءات ساخته خواهر عروس، دادر عروس و دامادش را برید. عبدالرحمن قادری زمین فروش رقم اول ولایت سوخت. حکومت ایالات متحده آمریکا برای افشای مکان بدوباش گلمراد حلیموف 3 میلیون دلار وعده کرد. تاجیکان مقیم جمهوری لهستان به خاطر آزادی وکیل دفاع جمشید یاروف تظاهرات برپا میکنند. ضمن سفر به ولایت ختلان امام علی رحمان چندین انشاءات دولتی و خصوصی را که با مبلغ بودجه از طرف تشکیلات‌های مربوط به خواهر عروس، خسر و دامادش ساخته شدند با بریدن لنته افتتاح کرد. پرزیدنت امام علی رحمان از فعالیت مؤسسه تا مکتبی خصوصی ملکه از جانب صاحب کارزن مدینه اسدالله و رئیس جمعیت دارای مسئولیتش محدود صابرسمت بنیاد گردید دیدن کرد. لنته دیگر در بینای مؤسسه تا مکتبی خصوصی نگینه بریده شد. مدینه اسدالله و خواهر همسر امام علی رحمان است. یک بینای نوی دیگر تئاتر ولایتی موسیقی مضحکوی به نام عطا محمد جانوف در شهر قرغانتپه مورد بهره برداری قرار گرفت. بینای تئاتر مذکور از حساب مبلغ‌های بودجتی با خرج 26 میلیون سومانی بنیاد شد. اینچنین امام علی رحمان فعالیت مؤسسه تعلیمی گیمنازیای خصوصی خوانندگان لیاقتمند به نام امینجان شهر قرغانتپه را که از طرف امان الله سعدالله‌اف برادر همسر امام علی رحمان به حیث صاحبکار ساخته شده است با بریدن لنت آغاز بخشید. همچنین در مرکز شهر قرغانتپه بینای نوی فیلیال جمعیت سهامی پوشیده اسپیتامین بانک به استفاده داده شد. اسپیتامین بانک مالکیت جمال‌الدین نورعلی‌اف معاون رئیس بانک ملی و شوهر آزاده رحمان دختر امام علی رحمان می باشد. معلوم می شود در تاجیکستان انشاءات هایی که از حساب بودجه ساخته می شوند تنها در دست عائله هست. با وجود اینکه رژیم امام علی رحمان می خواهد از هر مخالف جنایتکار تراشد، جنایتکارترین نفران در تاجیکستان منصبداران می باشند. یکی از چنین منصبداران رئیس ولایت سوخت نماینده رئیس جمهور در این ولایت عبدالرحمن قادری است. زمین فروشی با وجود داد و وای زیاد رئیس جمهور و نهادهای انتظامی و تفتیشاتی یکی از اساس‌ترین بیزنس‌های حاکمان محلی باقی میماند. در سوخت هم زمین جلاب رقم اول رئیس آن عبدالرحمن قادری است که این تجارتی سردرآمد را به دست پسرش امیر سپریده است. او بیشتری زمین‌های کارمی ولایت را زیر تصرف پسرش درآورده در موضع گله میدان ناحیه باباجان غفوروف 100 گکتار زمین‌های کارمی آبی را از خود کرده است. از جمعیت سهامی به نام جمعه و ناحیه باباجان غفوروف 110 گکتار زمین کارمی آبی را از خود نموده به اجاره داده است. یکی از انشاءاتی که امیر غصب نموده است اداره جنگاوران اینترناسیونالیست به 40 سوتیق زمینش است. امیر به زمین‌های ناحیه باباجان غفوروف اکتفا نکرده به زمین‌های ناحیه کانیبادام هم دست دراز کرده است. عین حال در این ناحیه اجاره گرفتن زمین تنها با اجازت امیر صورت می‌گیرد. غیر از این او 1000 گکتار زمین را در کانیبادام از خود کرده است. با جز زمین فروشی عبدالرحمن قادری از بنیاد شهرک سیحون، سفرهای امام علی رحمان، منفرش‌کنی راه‌ها و غیره نیز فایده به دست می‌آورد. همچنین جنایت‌های زیاد از طرف او صادر شدند که تفصیلات بیشتر جنایت‌های رئیس ولایت سوخت را در سامانه پیام نت می‌توانید مطالعه کنید. حکومت ایالات متحده آمریکا برای اطلاع درباره مکان بدوباش گلمراد حلیموف، سابق فرمانده امان تاجیکستان که به دولت اسلامی پیوست تا 3 میلیون دلار آمریکایی جایزه اعلان کرد. در این باره کورت رایس مسئول بلندپایه دفتر امنیت دیپلماتی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا امروز 30 آگوست در صحبت با ژورنالیستان تاجیک خبر داد. کورت رایس گلمراد حلیموف را یکی از پیشوایان کلیدی گروه تروریستی دولت اسلامی نامیده گفت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گلمراد حلیموف را تروریستی بین المللی درجه مخصوص معین کرده است. گلمراد حلیموف در ایالات متحده آمریکا
در چند دوره‌های آموزشی مبارزه با تروریسم آموزش دیده، یک جنگاوری بسیار حرفه‌ای میباشد و از شیوه‌های مبارزه آمریکا با گروه‌های تروریستی آگاه است. این میتواند به نفع ما نباشد. اعلان جایزه برای دریافت معلومات برای مشخص کردن مکان گلمراد حلیموف و بازداشت او میباشد. حکومت آمریکا مخفی نگاه داشتن شخصیت نفرانی را که درباره رهبری پیشین آمان معلومات پیشنهاد میکنند کفالت میدهد. زمانی که خبری به دولت اسلامی پیوستن گلمراد حلیموف رسانه‌ای شد، مقامات تاجیکستان او را گرفتار بیماری روحی گفته بودند. ولی کورت رئیس گفت زمان حلیموف در دوره‌های آموزش ایالات متحده آمریکا شرکت میکرد سالم بود. گلمراد حلیموف سابق فرمانده آمان که 27 می سال 2015 پس از یک ماه بدرک شدنش طریق نوار ویدیویی در اینترنت از پیوستنش به دولت اسلامی اطلاع داد. گلمراد حلیموف از سال 2003 تا 2014 چند دوره آموزشی ایالات متحده آمریکا در امور مبارزه با تروریسم را فرا گرفته است و آمریکا او را مهمترین متخصص این ساحه می‌داند. По 97 год я уже проходил спецподготовку в московском спецназе. Потом был 2003 год, штат Луизиана, город Батон-Руж, проходил спецподготовку спецназа Америки. 2008 год, спецподготовка в американском штате, то же самое, штат Луизиана, город Батон-Руж. 2008 год, по 2003 по 2008 год проходил спецподготовку в Америке в военном базе Blackwater. 2000 год я поступил в Высшую академию МВД Республики Таджикистан. 2005 год я его закончил, звание майора. Работал в ОМОН МВД Республики Таджикистан по 2008 по 2009 замкомандиром ОМОН МВД Республики Таджикистан по боевой подготовке. 2013 год уже получил звание полковника ОМОН МВД Республики Таджикистан и был командиром ОМОН МВД. یک فعال سیاسی از وارشاوا به ما خبر داد که تاجیکان مقیم جمهوری لهستان به خاطر آزادی وکیل دفاع جمشید یاروف و تمام محبوسان سیاسی فردا 31 آگوست سال جاری در نزد بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا تظاهرات برپا خواهند کرد. در شبکه‌های اجتماعی نیز از تمام تاجیکان کشور لهستان دعوت شده است که در این چاره‌بینی اشتراک نمایند. مبتکران این چاره‌بینی مکان برگزاری تظاهرات را شهر وارشاوا کوچه میعاد و 10 اعلان کردند. قابل ذکر است که بعد بازداشت جمشید یاروف تاجیکان مقیم اکثر کشورهای جهان اعلان کردند که به خاطر آزادی جمشید یاروف و محبوسان سیاسی دست به تظاهرات خواهند زد. در همین راستا 26 آگوست در آلمان نزد دفتر سازمان ملل متحد در شهر بون با اشتراک زیاده از 100 نفر تظاهرات برگزار گردیده بود. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. با برابری از عالم گذشتن پرزیدنت 78 ساله ازبکستان اسلام کریموف که هنوز تاشکند از اطلاع رسمی در این رابطه خودداری میکند، جانشین سروزیر ازبکستان رستم عظیموف از جانب مقامات قدرتی این کشور به حبس گرفته شده است. آژانسی اطلاعاتی ریگنیوم با تکیه به منابع معتمد خود خبر داده است که عظیموف به سبب‌های هنوز نامعلوم حبس خانگی گشته، کارمندان خدمات امنیتی ملی ازبکستان نمیگذارند که وی بیرون از خانه اش برود. نزد سفارتخانه چین در بیشکک در نتیجه ترکیدن ماشین مجهز با مواد ترکنده یک مرگ طلب هلاک شده و 3 کارمند سفارت جراحت برداشته‌اند. کمیته امنیتی ملی قرقیزستان گفته است در رابطه با این حادثه تفتیش را آغاز کرده است. 29 آگوست آخرین گروه حاجیان از ولایت سوخت به مکه مکرمه رسیدند. باید گفت که اولین گروه حاجیان از ولایت سوخت 21 آگوست از طریق شرکت وطنی تاجیک ایر به مدینه منوره سفر نموده بودند. حالا همه حاجیانی که در مدینه قرار داشتند به مکه مکرمه سفربر شده اند و آنها برای ادای مناسک حج آمادگی میگیرند. سفر حاجیان تاجیکستان به عربستان سعودی تا 5 سپتامبر ادامه خواهد کرد. اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی خدا نگهدارتان.